رگ‌ها رو مرتب کرد. دیگه دیدم با دستاش نوشته هازا حسینو قتلو ذبحو عطشانا. این اسبا رو شما تو کاروان نگاه کردید چجور پاشون رو محکم به روی زمین میکنه. و اسبی که نعلش تازه عوض بشه چنان پاشو محکم به روی زمین میکنه. آی مردم تا جا باز کنه. تو کربلا هم زینب کبرا میگه 10 نفر اسباشون رو نعل تازه زدن. خواهرم داره از بالا یه تل زینبیه نگاه میکنه. اینا عجیبا این بدن حسینمه. یه حرف دیگه هم بزنم. شیخ جعفر شوشتری میگه کاری با بدن کردن که این ور بدن با اون ور